یکی در بین دندان ها یگان پارچه معده اگر مونده باشد به اختیار به گلو رفت، اون هم روزه رو نمیشکند، چون که شما چیزی نخوردید و به اختیار بعضی پارچه ها به گلو رفت و شما از اینها خود را کاملا نگاه داشته نمیتوانید. اما مخصوص در اطراف دهانت خوراک است تو نشستی، این چی است؟ این کار درست نیست. اما روزه رو میشکند، گفته نمیتوانیم تا دمی که تو چیزی رو مخصوص فرو نبردی. و باران هم همین خیل، باران رو هم اینجا آوردگی هستن، یا باران یا برف در وقتی کوچه گشتن یکی به دهان در آمد و شما فرو داده موندید، این هم روزه شما را نمیشکند، روزتان را نمیشکند. و اینجا چیزی دیگر هم آوردگی هستن، میگوین یکی مثلا خوراک نیست، این گفته خاک خوردن یا چیزی دیگر رو خوردن، نه، روزت رو در این وقت میشکند، برای اینکه تو مخصوص